سلام دوستان. امروز میخوایم یکی از اولین و مهمترین درس‌های زبان انگلیسی رو با هم یاد بگیریم. ضمایر فاعلی یا همون subject pronouns. مقدمه: ضمایر فاعلی خیلی مهم هستن چون همیشه در ابتدای جمله میان و نقش فاعل رو دارن. فاعل یعنی کسی یا چیزی که کار رو انجام میده. در فارسی هم داریم، مثلا میگیم من میروم، فاعل من هست. در انگلیسی هم همینطوره، فقط باید یاد بگیریم کدوم کلمه به معنی من، تو، او، ما و آنها است. معرفی ضمایر فاعلی حال رو بهتون بگیم. خب، ضمایر فاعلی در انگلیسی 7 تا هستن. من که مساوی است با آی، تو یا شما یو، او که او مرد هی، او مؤنث شی، آن یا این برای اشیا یا حیوانات استفاده میشه که میگن ایت، و وی که مساوی است با ما و دی که مساوی است با آنها. توضیح و مثال برای هر کدوم بهتون بگیم. الان آی که به معنی من بود، وقتی میخوای درباره خودت صحبت کنی از آی استفاده میکنی. مثلا من یک دانش آموز هستم. I am a student. I am a student. آی که من هستم، یک دانش آموز. student دانش آموز. من پیتزا دوست دارم. I like pizza. I like pizza. حالا با تو یا شما، مثلا به معنای تو و شما که میشه یو. وقتی با یک نفر یا چند نفر صحبت میکنیم از یو استفاده میکنیم. مثلا میخوایم بگیم تو دوست منی. You are my friend. مثلا میخوایم بگیم تو انگلیسی صحبت میکنی. You speak English. حالا در مورد او که میشه هی، او پسر مذکر مرد، برای مرد هاست یا پسر ها؟ هی برای مرد ها یا پسر هاست؟ میخوایم بگیم مثلا او یک معلم است. He is a teacher. He is a teacher. او فوتبال بازی میکند. He plays football. He plays football. حالا او برای زن، او زنم که همون شیه. اون هی بود، این شیه. برای زنهای دخترها استفاده میشه. مثلا میخوام بگی او خواهر من است. She is my sister. مثلا او موسیقی دوست داره. She likes music. ایت هم که برای آن یا اشیا گفتیم، برای اشیا یا حیوانات یا جنسیت ندارن. مثلا آن یک گربه است. It is a cat. مثلا این کتاب من است. It is my book. داره باران میبارد. It's raining. It's raining. وی هم که برای ما، وقتی که خودت یا چند نفر دیگه هم هستیم. مثلا ما دانش آموز هستیم. We are a student. ما در ایران زندگی میکنیم. We live in Iran. آنها هم برای آنها که میشه they. برای وقتی درباره چند نفر یا چند چیز دیگر صحبت میکنیم. آنها دوستان منن. They are my friends. نکات مهمش هم حالا بهتون میگم. ضمیر فاعلی همیشه در ابتدای جمله میاد. ضمیر فاعلی همیشه در ابتدای جمله میاد. در انگلیسی حذف کردن فاعل مثل فارسی ممکن نیست و باید همیشه فاعل در انگلیسی باشه. مثلا تو فارسی میگیم میروم، ولی تو انگلیسی باید بگیم I go، نه فقط go. آی یعنی من، گو یعنی رفتن. یعنی مثلا من میروم، نمیشه بگیم گو. تمرین ساده برای مخاطب. خب
من جمله فارسی میگم، شما سریع تو ذهنتون تبدیلش کنید به انگلیسی. من یک دانش آموز هستم. چی میشه؟ آره. I am a student. او یک پسر است. He is a boy. ما فوتبال بازی میکنیم. We play football. خب کل جنبندی داستانم که این شد که ضمایر فاعلی در انگلیسی 7 تا کلا 7 تا ضمایر فاعلی بچه ها. I, you, he, she, it, we, they که معنیشون هم تک تک گفتیم و مثالم براشون زدیم. بعد تو انگلیسی هم این ضمایر فاعلی خیلی خیلی مهم هستن. و پایان درس ضمایر فاعلی رو خوب یاد گرفتین. مرسی که تا اینجا همراه من بودین. یادتون نره این ضمایر رو چند بارم با خودتون تکرار کنید تا ملکه ذهنتون بشه. و این ضمایر فاعلی خیلی تو درس انگلیسی مهم هستن. خدا نگهدار.